نمیصرفه. یک. اما اینا چند؟ این که 500 وای میل بابا زود میکنی مجبورش میکنی اینو واسه بخر. آقا این عرسک فروشیه؟ نه من خودم بهتر نمیدم. یک. داش مکان مخلصیم. یک. آقا عطر استیویو دارین؟ ازسی نه؟ نظرت به بچه‌هایی که میان اینجا اسباب بازی بخرن دستگاه آب میوه ساز بخریم بهشون آب میوه بدیم؟ آره خوبه. یک. نظرت به بچه ها بگیم این عروسک جادویی بیان سری بخرن؟ نایس. نمیصرفه. از اینا دوست داری؟ بابات برات میخره؟ میخوای بگم چیکار کنه برات بخره؟ صدا تو میندازی تو گلوت میای وسط مغازه داد گریه با کون خودتو میزنی زمین باشه؟ آقا متین کامیونه چنده؟ این فروشی نیست. پس چیه؟ این اسباب بازی خودم برو یه چیز دیگه واسه خودت پیدا کن. عمو جان دست نزن میگم دست این بچه چیه؟ داداش منه. قربونش بشم چه دست نمیزنی عمو جان بازی کن. داداش تو فنگ ساچمه میدی؟ چه سنی میخوای؟ واسه خودم میخوام. ایکلت خجال آن تو هم بچه بودی بابات نمیذاشت ساچمه بخری عقده شدی؟ آره. من همین بودم بیا اینو بدم با هم بازی کنیم بیا آقا متین فروش شما از کجاست؟ از پسرا. یعنی چی از پسرا؟ بابا اینا که اسباب بازی سر در نمیارن مجبورم با سوس دختراشون بخرم میاد اینجا مثلا یک هفته سر روشک میدم مثلا 10 میلیون تومان چی بکی اینا میگن دست نزن یه بار دیگه دست بزن با لگد میندازمت بیرون ها به بابا میگم وای ترسیدم به بابا نگو تو نخواد نمیشه تو به بچه من گفتی از مغازه میندازیش بیرون؟ اون اخلاق ورزشکاریت من نوکرتم داداش نه غلط بکنم بس بازی کنه اصلا اوکیه آقا یه عروسک میخوام فشارش میدی بگید I love you. I love you نداریم بیا داداش بیا اینو فشار بده کجاشو فشار بده؟ هر جاشو فشار بده I love you دیدی چقدر قشنگه مبارکت باشه که اصلا دکمه نداشت. من چه میخواست خودش بفهمه آقا متین کدوم برای دوست دخترم ببرم؟ ببین این رابطت بالای 6 ماه این زیر 6 ماه این گنده مگه اینجوری نیست هر چی قدیمی تر کادو بزرگتر؟ نه دیگه احمق این جدیده با این گنده رو بدی به چشم بیا داش متین مخلصم. سلام. سلام عزیزم جانم خرسه چنده؟ قیمت چی هستم این هدیه ولنتاین من به شما الان که ولنتاین نیست. چی نیست 6 ماه دیگه ولنتاینه دیگه